شاعر مشرق علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه در یک شعر زیبایی که بعضی از قسمت‌های اون رو برای شما میخوانم این مسئله رو خیلی زیبا بیان میکند. ایشان میفرماید که شرق را از خود برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دختران بی حجاب. نیز سحر ساحران لاله روست، نیز عریان ساق و نی از قطع موست. محکمی او را نه از لادینی است، نی فروغش از خط لاتینی است. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ. مغز می باید نه ملبوس فرنگ، اندر این ره جز نگه مطلوب نیست. این کله یا آن کله مطلوب نیست. فکر چالاکی اگر داری بس است، طبع دراکی اگر داری بس است. گر کسی شبها خورد دود چراغ، گیرد از علم و فن و حکمت سراغ. ترک از خود رفته و مست فرنگ، زهر نوشین خورده از دست فرنگ. بنده افرنگ از ذوق نمود، می برد از غربیان رقص و سرود. می شناسی چیست تهذیب فرنگ، در جهان او 200 فردوس رنگ. جلوه هایش خانمان ها سوخته، شاخ و برگ و آشیان ها سوخته. ظاهرش تابنده و گیرنده ایست، دل ضعیف است و نگه را بنده ایست. چشم بیند در بلغزد اندرون، پیش این بتخانه افتد سرنگون. کس نداند شرق را تقدیر چیست، دل به ظاهر بسته را تدبیر چیست. خیلی جالب در اینجا بیان میکنه که همون موضوعاتی رو که خدمت شما عرض کردم که میگه پیشرفت اونها از بی‌اجابی و از عریانی نیست، از این رقص و موسیقی نیست و از بیدینی نیست. این یک نکته دیگری است که بعضی از مردم فکر میکنن که سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی دینداری است. یعنی اگر شما دیندار بودید، اگر پابند قرآن و سنت بودید، این سبب میشه که شما عقب مانده باشید، پیشرفت نکنید، ترقی نکنید. در حالی که همین غربی که امروز برای ما الگو و نمونه شده و متاسفانه مردم از او تقلید میکنن در همه چیز، متاسفانه در همه چیز تقلید میکنن. زمانی که مسلمان ها در اوج علم و ترقی قرار داشتن، اونها در اوج ذلت و بدبختی و عقبگرایی زندگی میکردن. اکثر دانشمندانی که علم و دانش و تکنولوژی و صنعت رو در اروپا ایجاد کردند و سبب پیشرفت اروپا شدن، دانشمندانی بودند که در دانشگاه‌های اسلامی در بغداد، در دمشق، در اندلس درس خوانده بودند. اصلا علم و دانش و فرهنگ رو از کشورهای اسلامی به کشورهای غربی بردن. و همون موقعی که ما از علم و دانش و تکنولوژی دور شدیم به سبب جهل و نادانی، به سبب گذاشتن علم و دانش، دوری از علم و دانش، سبب شد که اونها پیشرفت بکنن و ما به قهقرا برگردیم و مجبور بشیم که امروز در همه شؤون زندگی خودمان محتاج اونها باشیم. اسلام دین علم و دانش است. اسلام دینی است که به تجارت، به اقتصاد، به صنعت تشویق میکنه و هیچ وقت اسلام سبب عقب ماندگی و سبب عدم پیشرفت جوامع اسلامی در طول تاریخ نبوده، بلکه دو چیز سبب شد که مسلمان ها به این حالت بیفتن.
یکی علمایی که حقیقت دین، حقیقت اسلام رو درک نکردن و فکر کردن که اسلام خلاصه میشه در مسجد، در مدرسه، در تلاوت قرآن و در همین عبا و قبا و ریش و عمامه. این فقط اسلام است. اما اگر کسی به دنبال علم و فن و ادب و صنعت و اینا بود، این انسان مسلمان نیست یا از اسلام دور است. و من فکر میکنم که در طول 150 سال اخیر همین علمایی که این مسائل رو تبلیغ کردن یا دانسته یا ندانسته در خدمت غرب بودن، یا اینکه از طرف غرب، از طرف دشمنان اسلام، از طرف یهود و نصارا استخدام شده بودن که این فرهنگ رو و این اعتقاد رو در بین مسلمان ها ترویج بکنن، یا هم به خاطر جهل و نادانی و عدم فهم دین مبین اسلام بود. و عده دیگری که آمدن و فکر کردن که بله، به خاطر پیشرفت و ترقی باید با اسلام و با شعائر دین و با قرآن و سنت و با مظاهر دین مبارزه کرد و این سبب میشه که انسان پیشرفت بکنه و ترقی بکنه. و هر دوی این گروه به خطا رفتن، بلکه دین مبین اسلام دینی است که نه با علم و نه با تکنولوژی و نه با صنعت دشمنی دارد، بلکه همیشه در پی پیشرفت و ترقی و آسایش مسلمان هاست. یعنی اسلام دینی است که آمد هم دنیای ما را خوب بکند و هم آخرت ما را. و این در دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیرت صحابه، سیرت رسول الله، آیات قرآن آشکار و هویدا است.